سلام علیکم. خوب هستین کوکو جان؟ سعادتمندم جان. شما رو بخیر انتیا خوشحالین؟ زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. ما شکر. سلام میرسونم خدمت شما. از طرف شما خیرتی ان شاء الله. زنده باشین. گفتم کوکو جان همین گیلک چه کار میکنه؟ کار میکنه بیکاره کجاه؟ کوش رنگ میده. گفتم باش که برای شما زنگ بزنم کوکو جان، ما به سر اون مقداری یک نفر داریم کار میکنه. من گفتم که باش برای شما بگم کمی آدم گیلک کرنور دارین خودی خوبی بیاریم همینجا به سر مقداری کمی گیلک همینجا پیش ما کار کنه رای کنه به پیش ما خود شما نمایی که بیایم هم سر مقداری کار کنه. از او کوش رنگ دادم باز چی فایده؟ چی میشه؟ حداقل همینجا به درد میخوره. یک چیزی هم برای میشه. بابا جان اونجا تم مقداری مرغار دل داری بده. کار دیگه با تم مقداری بیا کار خوب کنه کوکو جان دیگه. رای کنه کوکو جان. آسه. خدا به شما سلام برسونه. خدا نگهدار. همین بچه خاله تو زن. گفتم از این که بیکار گیلک میگم. دو تا باشم امو کیف رنگی من شونه 24 ساعت میره و همین بازارا کوش رنگ میره و همین هفته ها یک چیزی هم بری نمیشه. گفتم بیا حداقل به سر اون مقداری همونجی کار کنه دیگه. برو 4000 هم بری میده بری قنیمت. مرد که تو فکر خود به کار بنده اوی تو خراب کردن نمیتونه. میتونه چرا نتونه کنه؟ نمیتونه اگر میتونستی خود داشت دیگه مرد کن. ولی پیداشم چند نقدش هم دوره. او سعودی او کار کردن نمیتونه. میتونه زن همونجی دیگه کار نیم واریم میگن که چه کار کنه. همونجی من پیش همون نفر باشه که حداقل هم تنها نباشه یا هم باشه قرار خودم دیگه کار کننده. اونجا چی کار زوره کی نه اونجا کار زوره باشه. تو با سلسله نکنی که چه خالی دیده که چه خالی دیده که چه خالی دیده. نه زن تو بیکارا کار نمیشه باش. فقط همون گفتم باش که حداقل دست ما به لقمه نونی برسه. از این کار کار ندارم این روز خوشم که خوب میگی که مرغ خوب کشته. نه میکشه هر رقم ساده و بی عقل باشه مرغ چره بکشه. وقت زن در کن بگم بیام. اگه دیگه کس باشه چی؟ نیه دیگه کسبو یک پرسانه بکنه کسبو من میام مر صدا که دیگه کسبو. بچه خالی نبود. نه گفتم زن رو گفتم که به پیاره بگفتم رای کنم. دیگه هستیم. خالی خوب بدم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام جان. خوبی سلامت جان تو جورا بخیری؟ شکر فضل خدا. چیکه پایه؟ قراره. چه خوشحال هستی؟ کجا بودی؟ ماستم برم به بازار توبره خورور داشتم. برم به بازار پیار میگفتن که برو سکو انا زنگ زده ماما ایت گل سکو چی مایه گیلک جان آقا تو برای تو بگفتن که کار چی کار هسته؟ پیار من چون گفتم برو اونجا مرغار دل داری سر مرغداری که ولدی دیگه؟ میری با سر مرغداری تاباق انگورا خدا به تو عمری بده. میری همونجا یک نفر دیگه هم هسته. قرار همونجا خود دست کمکی هستی دیگه. نونه و همه چیز شما برنج و روغن همه چیز گریشته. فقط تنها کاری که تو میکنی دست کمکی خود همون نفر دیگه هستی. بفهمیدی؟ یک هم دمه که مرغار میبرن میکشن مرغار دلداری بده. بفهمیدی؟ یک چیز به تو بگم متوجه بشی. یک دمی نشه که بگیری لنگا مرغا بسته کنی کش کنی خودی مرغار نرما نوری کنی لغت کنی. وقتی هم غطمه بود یا هم غطمه نیه. فقط متوجه به این گپ خیلی بشی. خودی من نگیرم که با بوکس میزنم اونا. نزن یک دم مرغا. اگه بگیرم خود من نول زنم کفاف من نول زنم خب میزنم به چی پیار بکنی لگه. و اگه به چی پیار میبیدن میگفتم خیلی چی لکه نمیفهمه. و اگه من لنگ من نول کنم میزنم با بوکس میزنم یک گیمی ور در میزنم و تعال میشه که بگه سیکو چی میگم میشنوی؟ اگه تو خود از اون نگیری اونا مرغی نه اگه خود بگیرم خوبه بفهمیدی؟ نه ما کار ندارم خب چند میدیم بگو ما 4000 پولی به تو میدن دیگه رو سر پنجری میفته که دیگه 4000 خرج تو حواله
ماه 4000 پول هم تو من دیگه چی میده تو شوام بستم دیگه همون جی پرتای کو خود دیگه ازی کرو تا باشم بتا بازارات 100 بیا سر 100 بیا هم کار نمیکنی به میکشتن کردن خب دیرو 45 کار کردم تو خیر بینی همون جا خود پرتای کو دیگه جمع خیلی کار کردم خود یک روز جمع شما کار جمع 95 واقعا خیلی کار کردی بفهمید که چیکار شد خب بلدی مقداری اما خودتو برو خب برای من به مرتکب بگیم دیگه بله من راه نمیده بله من خود گپ میزنم مقصد مواظب بشی همونجا مواظب به مرغا بشی بله. فقط تنها کاری که میکنی مرغا دیلدری میدی انگور انگای میخورم هم هر چی مسی بخوره دلجان تو مرد شو بخور خوبه بخشش باشید اگه کم کسی هسته شما میبرم میکشم من گفتم بیام امریکا شما دیل داریدم دیگه دلازاری از من نشیم اگه گپ و سخنی از من بشنیدیم من ببخشیم هیچ مشکلی نیه به خیر خوشی ما میریم به تا دیگه بخور با میاییم به تا شکم به تا شکم که آمدیم به خیر همینجا خود شما گپ میزنم بفهمیدین همینجا دونه بخوره من به شما بنداختم به خروار تفلکا بیامدم فقط امروز شما جیجا مرغا همه شما بیامدم که دیل داریدم دیگه دیلازاری از من عوضی بیدید یا ارزش نداره دیگه نشیم از من بخواد که اگه شما دونه ندادم مثلا او نرختم پیش شما از من دیگه نشید که اگه آی کشیدیم شما خیر به رومه نمی آید تفلکا وقتی بینی شما بخود دونمونه بخوریم خیلی بله نام خدا به شما خداوند شما رو بیشتر کنه به صاحب شما هر دونه شما 1000 دونه شه من که مزدور رو من نگاه بیامدم و من یک برج 2000 میدم مزایم شما نمیشونم اینجا باشیم به خود دونا خود بخوریم نون هم بخوردیم به شما انگوی لال هم میارم کشمیشی بیتر یا لال بله به شما لال میارم چی کنم از غم تو چی کنم از غم تو همیشه با چشم ترم کو به کو دشت به دشت احواله و در بدرم لیلا 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 مجنون کردی تو ما را آوارم جانا بیچارم جانا بیچارم جانا گل خوشبوی منی یار مروی منی سوی گلای چمن بی تو کی می نگرم سوی گلهای چمن بی تو کی می نگرم لیلا 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 ما به تو کی گفتم تو به داخل سویله داخل شو مرغار به تا سال تو بناس که بموره دو تا مرغ جوجه مرغ هم لغت کو
ما با تو بگفتم امیته. خود لغت خود اینا لنگ خود به لنگ ما دادن دیگه ما کنان لغت نکردم ما گفتم میلاد برو متا و یلادون تا سال تا گذاشتن که او خورا یک دام سعی کردن دیدم ما برو باد کردم مردم میگفتم مسکینه او بخورم مثل ما البته توش نیا میگم تو عقل کمال داری؟ نه خب میگم اگه عقل کمال میداشتی این کار نمیکردی. من 10 سال به می مرغداری کار میکنم بازم به داخل همین سوله داخل شده نمیتونم. خب او کلنگ خود بلند زیر لنگ مدا حالا من چه کار کنم؟ حالا من جواب خلیفه چی بدم؟ من به خلیفه چی بگم حالا؟ تو بگم چی بگم به خلیفه؟ اگه بگم بگم مرغار به زیر پاخو کرده دو تار بکشته خب به سر مگه میزنه. اگه بگم مرغار به تا ساعت خفه شده بمرده به سر مگه میزنه. من چه کار کنم حالا؟ بله جمال جان خوبی لالا خیریته؟ سلام علیکم لالا خوبیم بخیریم. شکر زنده باشیم سلامت باشیم. همین بچه که به پیش مرای کردیم همین چه کار شمانه؟ بچه خاله زن منه. خب خیر بینیم بچه خاله زن شمانه خیر بینیم. همین آدم بیا اومده برفته به داخل سوله 7 تا 6 تا از این مرغار بناخته به تا ساعت او اینا که مرده 2 تا هم لغت کرده. حالا من خود چه کار کنم شما با بگین. چه کار کرده؟ مرغا به تا ساعت له اونو خفه کرده. لالا جگر من همون اول با شما دم گیر آوردم همینجا به سر کار با شما گفتم لالا این نگذارین داخل سوله بره. 2 تا هم لغت کرده. وای 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 برارم و شما که تجربه همون کار داریم چند وقت به تا همون کار هستیم میفهمیم خود شما متوجه میگب میبودیم. من به شما نگفتم متوجه از یادم باشین که کم سالتره نمیفهمه. بیرو کلالا بیرو که برای کار خوره بخور خوب گپیه خوبه خیر بینیم خداحافظ. وقتی لالا چون اینجا با درد تو نمیخوره توی کار کردن نمیتونی. کجا برم؟ وقتی که صاحب کار و سر ما گپ کردی برو به خونه گپ برو از اون جایی که میامدی پس همونجا برو. وقتی دگر کار وانی خبرم خود که چه کار میکنی؟ من خلیفه اینجا بیاوردم من نگاهونم. تو نگاهون اینجایی؟ علیو تو امال 2,500,000 روپیه مرتکر ضربه زدی. تو نگاهونه میتونی نگاهونی میکنی. تو به سر ما تو 50,000 روپیه مرتکر ضربه میزنی. وقتی کارتونی وقتی از تو این کار خلاص تو برو یک من ماشین بخو بکش برو چیره کرده به پیش من نگاهونو. یار زن راست میگفتی کمی بچه خاله تو آدم کارفهمینیه. اما شما نگفتم سادیه گفتم اگه با شما بگو برای نکنم سر کار نگم من بخیلی میکنم میزن من خوبی میشناسم. خود زن ما دل ما بزو آدم بسو گفتم رو تاشون به می کوشرن کردن پنجری به بگیری نمیه صد به بگیری نمیه حداقل همین کار دائمی که هست با اونجا کار کنه. با کوشرن کردن چند کار کنم تاشون خوب میکنه من که کوشرن میکنه. راست میگفتی زن واقعا همون گپ راست بوده که هر کس بم رقم کار و منفر با اهل بسپرم. کار باید به اهل سپرد بشه. این اهل این کار نبود که این کارو بکنه. نمیدونی تو کارای بکار کردن من اون نگفتم نذارین که بره. مگر به فکر نفر دیگه باشون که حد خودی برام کار بکنه چون تنها نمیتونه کار کنه.